ادلایت چرا حذف شده؟ تا هنوز ادلایت به خاطر از اینکه باش ببینیم که بخیر دیگه سبا استقبال مردمه، باز ببینیم اگر استقبال مردم جالبتر و خوبتر بود چرا نه بخیر پس ادلایت میایم. یعنی ادلایت هنوز هم در شک است. امیدوارم که این شک به یقین تبدیل شد و شما تصمیم شما به این شود که ادلایت هم بیایین و هموطنا و مخاطبین و علاقمندای به صدای خود مستفید بسازید. تشکر از شما، تشکر از وقت شما و تشکر از شما بیننده و شنوندگان عزیز که تا این لحظه ما را همراهی کردید. تشکر از شما و همچنان تشکر از محترم سفری صاحب که از دورداری اونا تشریف آوردن امروز در کنار ما هستن. دیگه خیلی لطف کردن و شما از رادیو کاروان که قبل از اینکه از کانادا به این طرف بیایم شما البته ما شما مصاحبه داشتیم که چند بار نشر شد و از تلویزیون فردا یک دنیا تشکر و شما بیننده ها که وقت شما را گرفتم. تشکر. خدا یار و نگهدار. خدا حافظ شما.